سلام دوستان. اون دفعه آمدیم از این 3 تا طول سگ فیلم گرفتیم. بعد مشخصاتشون ما دقیقا نمیدونستیم که چه نژادی. این صاحبشون اومد صحبت کردیم و گفتن هر 3 تاشون نژاد سرابی هست. نژاد سرابی از قدیم الایام در توی سمت میگن طرفای آذربایجان و اون طرفا سگای معروفی هم. بعد من از دو جا سوال کردم، تحقیق کردم، دیدم نژاد قدرتمند ایرانیه سگ سرابی. آره این سگای سرابی سگای قدرتمندی هم. بازی کن پیشی. سلام قشنگم. آی برو بازی کن. آره حالا این از 3 تا طوله ها نژادشان نژاد سرابی هستش. چه قشنگایی هم. بشینیم بازی کن. براتون چیز نیاوردم. وای اوفه اینو چی کنم؟ میری تیغه زد و پاتون. میگن دوره حالا هخامنشیان بوده، ساسانیان بوده. سگ سرابی سگایی بودن که محافظت برای جنگ ها ازشون استفاده میکردن. اما الان هم سگای سرابی هستن خیلی بزرگ. اینا البته بچه ها شدن. وسطیه آینه کمی فرق داره، گویا به مادرش رفته، ولی این دوتا کلا چیزه به پدرشون رفته. این خیلی شکل این وسطیه به مادرش صاحبش که میگفت سلام قشنگه اسمت چیه؟ نقاشی شده از 5-4 تا دست و پاش سفید، بقیه زرد کنن. بچه ها بیا بچه ها بریم اومدی. بودو بیا بریم اون طرف. بریم بودو بیا بچه ها بیا بریم مامانتان اونجاست. بودو بریم از اینجا بریم دور بزن. بودو بیا بریم اونجا پیش مادرتان صاحبتان. آفرین. بودو بیا قشنگ بیا قشنگ سلام بشین قشنگ بشین
بشینی شیر بخوری. این مادرشونه. بشین 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 بشین. این مادرشونه. بشین بشینی بشین 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 بشینی بشین. آفرین. پیش مادرتون وایسین آرام بشین. برو پیش مامانی. برو مامانی قشنگ. شماس نخورین آشغاله. بریم مریض بشین. بریم اینجا مامانی. جا درست میکنه. بیا بچه بیا. دریا بریم اونجا. بریم بشین. قشنگ. بریم بیا بریم بشین. بریم اونجا. بیا بریم اونجا. آشی بریم. بیا بچه‌ها بیا. بدون بیا. بچه‌هاتو بیارو بیا. آفرین. بچه‌هاتو بیارو بیا. بچه‌ها بیا. بشین قشنگ. ما بشینه قشنگ. برو. بیا بچه‌ها بریم اونجا. بریم اونجا. بریم توی لانه. بریم بچه‌ها. بریم اونجا. بریم توی لانه. بریم. قشنگش نگاه. بیا سلام چطور خوبی قشنگ من؟ وای خدا. بیا قشنگ من. بیا قشنگ من بریم. این واسه یه سوال. بیا بریم. این توله هست. بریم. برو اونجا. بشین. آفرین. بشین. این بچه این نیست. بشین. سلام قشنگ. بیا. آره هم خودشه. بیا. وای بیا اینجا بینم. بیا قشنگ من. بیا بینم چی عزیز. کجا بودی؟ اون حسین نامرد. من میدانم تو نه اذیت کرد حسین. آره خودش. آره حسین بذار اینو اذیت میکرد. آره
داره، یعنی خوب جایی هم آمده. بیا بگیم، بیا 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 بیا. چی شده؟ چی شده؟ بیا